اگر یک نفر خانه کعبه را 14 مراتب چپه کنه و ویران کنه، گناهی سبکتر است از گناه نفری که دل یک مسلمان آزار بده. یعنی یک نفر دل یک مسلمان آزار بده و خفه کنه یا ظلم کنه یا حقش بخوره یا خفه و زیقش کنه، گناهی همین از گناهی بوده گنده تر است. یعنی که دل مؤمن آزار دادن از خانه کعبه را چپه کردن در گناهش وزمین تر است. یعنی کسی 14 مراتب خانه کعبه را چپه گردان کنه، کسی دل یک مؤمن آزار بده. همین دل مؤمن آزار دادن گناهش از او بالاتر است که آزار مؤمن حرام است، ایذا دادن مؤمن حرام است، غیبت کردن مؤمن حرام است، فروختن یک مؤمن حرام است. امی چی است که حکمی شریعت حکمی خدا میده. ولی امو میگه که کعبه بنیادی خلیل آذر است، دل نظرگاهی جلیل اکبر است. اگر کعبه را خلیل آذر دیوارش بنا کرده باشه از سنگ، از مثلا دیگر چیزا، اما دل نظرگاهی جلیل اکبر است. از هزاران کعبه یک دل بهتر است. از هزار کعبه ده یک دل بهتر است. دل نظرگاهی جلیل اکبر است. کعبه بنیادی خلیل آذر است. قدر است. بعدا رسول خدا صلی الله علیه و سلم اکرم را بیان کرد که من احب لله، کسی که دوست داشتن یکدیگرشون مخصوص به خاطر خدا باشه، حتی که در 3 جا دروغ گفتن که خودش گناه کبیره است، گناه کبیره است، گناه عظیم است، در 3 جا رخصت است. یک جایی که دروغ گفتن رخصت است، در بین 2 مسلمان اشتی انداختن. 2 مسلمان با یکدیگر قهری هستند، دشمن هستند، پیش یک تشمیره دروغ میگو که همون از گپای گفتگیش پشیمانه، مثلا همون خطا نغز میبینه، یک شیطان وسوسش کرد، یک کشید همی خیل نفهمیده و دیگر دروغ میگوید. در پیش دیگری شمیره دروغ از یونی بیش میگوید. همین دروغه که 2 نفر با یک دیگر صلح کنن، همین شریعت مباح میگه، رخصت میگه. ولی اون که دروغ گفتن خودش گناه کبیره است. همین قدر من این مسلمان با مسلمان دوستیشو یک دیگر فهمیشو رفاقتش، همین قدر اسلام با هم میته که حتی در بین او دروغ گفتن مباح میگه که تا که مسلمان ها با یک دیگر ساز میشن. حق دوستیایی که و خاطر یک نان باشه، ایده هم همون نظمه و چیزایی که در فارسی میگه نانش میگه از در بیرونش میگه. دوستی که به خاطر نانی باشه، و بعد دوستی که اساس مثلا که فضل داره، درجه داره، صفت داره، دوستی جونی هست. دوستی که جونی باشه اگر میگه در اون جان تبتی اگر کمتر است. همین دوست جونی تا مثلا که فضل داره، درجه داره، صفت داره، دوستی جونی هست. دوستی که جونی باشه اگر میگه در اون جان تبتی اگر کمتر است. همین دوست جونی تا جان تبتی ولی هم کم است. به خاطر که دوستی را همین قدر در دین، در اسلام، شریعت بهای دودگی است که هر یک نفرایی که همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن، اهل اصحاب، دوستی جانی بدن آنها، نه دوستی زبانی بدن، نه دوستی نانی بدن، بلکه دوستی جانی بدن. یک نفر ولی در همون الازهر مصر یکی از همون علمی کلانشون طنطاوی بود، خدا رحمتش کنه، ولی مرد از دنیا گذشت. طنطاوی خیلی خیلی شخصیتی بزرگ بود، خیلی خیلی عالمی کلام بود. حتی یک جوی همون گذشتن بگیم که یک مجلسی کلان میشه در عربستان سعودی در ریاض، بعد مکه میره بعد میگه که طواف کنم، طواف میکنه، از اونجا مدینه میاد، روضه پیغمبر صلی الله علیه و سلم طنطاوی، روضه رسول الله صلی الله علیه و سلم زیارت میکنه. بعد روضه را زیارت کردن رو به روی روضه پیغمبر صلی الله علیه و سلم آدمایی که در برش هستن همو قصه میکنن. آدم قد بلند در همین سال 2009 در همین سمینار امام اعظم اومدگی بود و تاجیکستان ما از نزدیک بودیم، خطی ششته بودیم زیارتش کرده.
بعدا میگه روبروی روضه رسول الله صلی الله علیه و آله قدر ایستاد، میگه خیلی ایستاد صلوات گفت. بعد میگه همین اشکاش همین جوری شد، انگار خودم خرابه قد ملام بود، همین خیلی گریه کرد و بعد میگه گفت یا رسول الله همین قدر پزمون شده، همین قدر محبتی دارم دوست میدارم که در برابر محبتی تو نه پول نه مال نه زن نه فرزند هیچ دنیا در برابر محبتی تو ارزش نداره. میگم خیلی اگه گریه کرد و بعد گفت باز خدا میدونه که من زیارت اومدم میتونم میگم خیلی میگم با یعنی در حق پیامبر صلی الله علیه و آله گریه کرده. بعد جواب شدن کم ازش گریه جواب دادن. بعد بر اومدن در ایرپورت در همین سمالیات شدن همین سیده نیدن میشینه و قدرت خدا جون به حق تسلیم میکنه. با از همون درون میبرورن در همون مدینه، در همون بگیم که مدینه شهر پیغمبر در همونجا به خواب میسپرن. همین حضرت یک قصه عجیب داره، میگه که ها در برای که دوستی جانی میگه یک نفر انا جوانی انتری بچه یوشی قرآن خونین حافظی کل قرآن و با نماز و با طاعت بوده و با علم. یک روز جمعه نماز جمعه تمام شده میگه بعد گفت که من یک سوال دارم شیخ. بعد میگه تنتوی اومد و بعد گفت که بگو. بعد جوان میگه گفت که انا شیخ گفت که بیا. بعد میگه شیخ گفت که انا یک سوال دارم. گفت سوال تبو. گفت همین صفتی صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم میکنن، اهل اصحاب میکنن، این قدر فضیلت دارن. اگه جوان خودش میگه من شخصا میگه حافظ کل قرآن هستم، علم دارم، عالم هستم، گناه را نمیدونم چیه. یعنی همین قدر عمر جوانش گذشته است، یک رکعت نمازی نه قضا داره، نه روزه، نه حج، نه زکات، نه یگان چیز. گناه را میگه کردنش میشه، گناه را من نمیدونم که شراب چی خاصیت داره یا دروغ گفتن یا مثلا زنا کردن دیگر. همین گناه نکردم در عمر. حافظ کل قرآن هستم. نه که همین قدر محبت با پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارم آنچنان که هیچ کس نداره. آیا همین محبت ما با محبت صحابه برابر می شود؟ او درباره جان فدایی صحابه همون روز جمعه تنتهای امر معروف کرده بود است. وای جوان میگه همین قدر حافظ قرآن گناه را نمیدونم، گناه نکردم. آیا همین قدر محبت ما با پیامبر داره، محبت ما با محبت صحابه برابر میشه؟ بعد میگه تنتهای از سببی که جمعه را گذرانده بودم، بعد اصلا در بین مثلا چند هزار آدم گمزن آدم خیلی خسته میشود. مثلا که همون سال پیش که همون خطیبا بودن یا که نه مثلا که همون گفت زدن همون یک سوال آدم خسته میشه. بعد سوالی را گوش میکنم میگه که انا جمعه دیگر بیا، میگه جواب تمیگی. بعد جوان میره، همین جوان میره که فقط در نمازی بامداد میگه میویه، در نمازی بامداد میگه میویه. همون جوان همیش خاطر گریه میکنه که اوه چشم میتونم میگه از گریه را میگه جوری شدیسه. بعد تنتوی میگه چی شد؟ میگه من از انا سوال ما جواب شیفتم، میگه جواب گرفت. بعد حضرت میگه که چی جواب گرفتی؟ بعد میگه که خواب دیدم که در یک اگه چند طریقه موشین بعضی چیزا گفتن صحیح‌ترش میگه که عربه در همون سالهای پیش اگه در عربه چند کس میشه اسب میکشیدش. میگه در عربه میگه همین تا یک مسجد شون دولو نداشته، در مسجد میبروی همین تا راه کلان راه اسرار. میگه در یک عربه میگه خواب میبینم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم مای سواره چند صحابه میگه قطیش هم میگه. بعدا میگه که از همون خیلی راه خیلی نیشه بوده است، مسجد اینجا راه بلو بوده. بعد از همون کوتالی یک عربه اومده سمتری شستکی بود. میگه در همون خوبم یک آواز بلند میشه که همین در میره عربه را بگیره که در همون عربه رسول خدا صلی الله علیه و سلم آید. بعد میگه که من از محبت دوست داری میگم که یک سنگ یا خشت یا چیزی بگیرم در دم چرخ عربه بمونم که پیغمبر خدا عربه چپه نشوه گفته. همین هشم با سنگوی که نگاه میکنم که صحابه 4 تا صحابه میگه سراشونه در همون ته چرخ عربه موندن.
نه سنگ گفتن نه خیش گفتن، صحابه سراشونو در تا چرخ عربا موندن، عربا ایستاده. همین خوب دیدم میگه بعد در حقیقت فهمیدم که اون محبتی که صحابه داشته اون محبت ما داشته نمیتونیم. اون اخلاصی که پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه داشتن، جان فدایی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن، انا همون دوستی جانی بود، دوستی ایمانی و دوستی جانی بود که برای یکدیگر جان فدا میکردن. اما که دوستی که به خاطر مال باشه، به خاطر دنیا باشه، به خاطر ثروت باشه، این پایدار نیست. یا به خاطر وظیفه باشه، اکثرا همین خیله که وقتی که از اون چیزو که از وظیفهش گرفت یا که از ثروتش به ثروت کشید دیگه دوستی تمام میشه. انا دوستی که جانی باشه و به خاطر خدا باشه، البته که تا همون اندازه دوستی به خاطر خدا قدر قیمت داره که وقتی که با یکدیگر جان فدا هستن، میگه یک دوست میگه در قصه ها میاره که سوال و جوابش میکنن در قیامت، در سوال و جواب عاجز میگه که جوش میگه که دوزخ تمام بر نشه. دوست دیگرش بهش، دوستی که بهش میره در بهش داخل نمیشه. برای چی میگه داخل نمیشه؟ میگه تا همون دوستی ما میگه اگر به شرط همراهی ما نکنین او را، ما به بهش داخل نمیشم. که او دوست چند قدر گناه داشته، به سبب همین دوستی قطع خداوند میگه اون را بخشیده، همراه دوست داخل جنت. پس اگه دوستی دیگر دوامی همون حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم کامل ترین مؤمن گفت احب لله و ابغض لله، بعد دیدن هم به خاطر خدا باشه. یا کس هم بعد میبینیم به خاطر که دشمن دینه، دشمن اسلام، دشمن مثلا که این مردم و ابغض لله و منع لله، که منع کردن عطا کردنشان به خاطر خدا باشه، منع کردنشان به خاطر خدا باشه. همین 4 صفت در کسی که باشه، پیامبر گفت فقط استکمل ایمانو، ایمان همون بنده کامل شد، ایمان همون بنده پره شد. یعنی ایمان همون مؤمن پره و کامل مستحکم است که همین 4 شرط در او باشه. دوست داشتنش به خاطر خدا باشه، بعد دیدنش به خاطر خدا باشه، عطا کردنش یک مسلمان یاردن میته به خاطر خدا باشه و منع کردنش هم به خاطر خدا باشه. خداوند همه ما و شما را توفیق هدایت عطا کنه، دوستی همون به خاطر خدا کنه، دوستی جانی باشه و الله ذوالجلال برای دوستی ها اجر پاداشی ثواب و ما و شما نصیب کنه.